پروردگار انسان را که به خاطر سرنوشت خود، به خاطر هدف خود زندگی نمیکنه، به خاطر آخرت خودم زندگی نمیکنه. و اسلام در دیگه جای زنده را مرده گفتن، در اینجا مرده را زنده میگه و در اونجا زنده را مرده میگه. رسول صلی الله علیه وسلم میفرماید مثال کسی که ذکر پروردگار را میکنه مثال زنده است و مثال کسی که ذکر پروردگار نمیکنه مثال مرده است. انسانی که زنده است، مشغول شهوات است، مشغول له و لعب دنیاست، ذاکر نیست، پروردگار میگه که این مرده است، زنده نیست. مفاهیم مرگ و زندگی در ترازوی اسلام با مفاهیم مرگ و زندگی پیش یک انسان به هدف فرق میکنه. اون انسانایی که امروز به خاطر اسلام زندگی نمیکنن، اونا مرده های زنده هستند که بروی زمین صرف روزی میخورند، پروردگار عبادت نمیکنن. زندگی از آن کسایی است که به خاطر هدف زندگی میکنن. زندگی به خاطر هدف زندگی است، مرگ به خاطر هدف زندگی است و زندگی بدون هدف مرگ است. از این خاطر اعلام و مدیا و مطبوعات دشمن کوشش میکنه به ما نسل جوانی را تربیه کنه که اون نسل جوان غیر ساز و سرود و غیر زلف و غیر زلف و ابروی باریک و کمر باریک چیزی دیگر در ذهنش نباشه. از این خاطر شما میبینید که امروز نسل جوان ما با پروگرام 24 ساعته موسیقی و رقص تربیه میشه. برین شما انصاف کنید، از علمای علم نفستان پرسان کنید که یک انسان از لحاظ علم نفس غربی شما که شما به او عقیده دارید، یک انسان 24 ساعت به شنیدن ساز ضرورت داره؟ آیا یک انسان 24 ساعت به تربیت شهوترانی ضرورت داره؟ و اگر نداره شما چرا نسل جوان ما را نسل عاطل و باطل و شهوتران و به هدف تربیه میکنید از لحاظ وسایل دست جمعی خوش؟ به صدها جوان امروز داریم که در عمر شهوت قرار دارن و در عمر ازدواج قرار دارن، در منتهای غرور جوانی قرار دارن و در منتهای مرتبه حب شهادت و عملیات فدایی واقع است. زاری میکنن با منظمین پروگرام جهاد که ما را در لیست بگی. نوبت ما را یک ذره پیش بود. فتواهای گمراه کن علمای فروخته شده و دست نشانده امریکا و مطبوعات امریکا نتانستند که بین نسل جوان ما و بین شهادت حائل شود. ما از همتان دعوت میکنیم که بیاین با شهید زندگی کنیم، بیاین در مدرسه شهادت تربیه شویم. لذت را که ما در اون زندگی میکنیم، اگر شما بدانید که ما در کدام لذت و نعمتی هستیم، زندگی خود فراموش خواهد کرد. این از مقوله حضرت علی روایت است: لو علم الملوک، اگر پادشاه بدانند که ما در کدام نعمت قرار داریم، لجالدون علیه بسیوف، با شمشیر جنگ خواهد کردن و این نعمت از ما خواهد گرفتن. ما مردم شکست خورده نفسی نیستیم، ما عقده های نفسی نداریم، ما مشکل زندگی نداریم، ما با مشکلات نفسی مواجه نیستیم، ما در زندگی خود آرام و خوش هستیم، ما زندگی خوشی فامیلی داریم، ما کاملا از لحاظ صحت انسانهای نرمال و هوشیار هستیم. مگرم فهم ما با زندگی دیگه مردم فهم در قومی که به صدها فدایی دو پیدا میشه که به میدان شهادت میشه تابند. چرا در این قوم یک کسی را پیدا نمیکنی بدون میدان جنگ خود بکشه؟ اگر اینا انتحاری باشن، چرا انتحاری که مثل که در غرب و در امریکا سرشی نمیشه؟ امریکا نتانست در اوج تمدن خوش، در اوج سرمایه‌داری خوش، جوانای خود از شر خودکشی نجات بده و ما در فقر خودکش نداریم. پروردگار به ما شهادت نصیب کنه و ما از نعمت شهادت محروم نکنه. استاد نشیم که فردا به شاگردای شهید خود بگوییم
گناه بگو که استاد تو به ما در شهادت میدادی، چرا شهادت محروم شدی؟ پروردگار از این محرومیت ما را نجات بده. پروردگار نسل جوان ما را محبت شهادت نصیب کنه و مدرسه شهادت پروردگار فیوزات و برکاتش بالای امت اسلامی عام بسازه تا امت از این ذلتی که ما در زندگی میکنیم، از ذلت مادیت، از ذلت عبودیت، از ذلت خوف، از ذلت شهوات، از ذلت ترس و محبت دنیا نجات پیدا کنه. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين.